به نام خدا، رضا توماری هستم با 4مین جلسه از آموزش سی پلاس پلاس از سایت وب سیتی. خب تو این جلسه میخوایم در مورد خواندن اطلاعات از صفحه کلید با دستور سی این یکم آشنا بشیم. من از قبل ساختار اصلی برنامه رو نوشتم که وقتمون رو نگیره. این دستوراتی هم که جلسه قبل در موردشون صحبت کردیم. خب ببینید، من میخوام دو تا متغیر تعریف کنم. بعد اینا دو تا عدد رو از کاربر بگیرم و حاصل جمعش رو توی خروجی نشون بدم. برای این کار میام از نوع اینت، چون عدد صحیح میخوام وارد کنه کاربر، اینت A و B. خب A و B رو تعریف کردم. بعد A و B رو که تعریف کردم میام میخوام A رو از کاربر بگیره. برای گرفتن اطلاعات از کاربر از دستور سی این استفاده میکنیم. سی این علامت دو تا علامت بزرگتر. سی این یعنی بیار داخل. ببینید این علامتاش که هستش یعنی بیار داخل. سی اوت یعنی بده بیرون. اینا اینطور یاد بگیرید به نظرم بهتره. سی این A رو از کاربر میگیره. بعد سی این میره خط بعدی، سی این B رو از کاربر میگیره. خب من اینجا به این خط از برنامه نرسیدم و متوجه میشم که الان یه متغیر دیگه هم لازم دارم. پس میرم بالا یه متغیر دیگه تعریف میکنم. پس C. خب الان C باید مساوی با A به علاوه B باشه. A به علاوه B. خب بعد C out میده بیرون. ببینید میده بیرون. اینطور یاد بگیرید بهتره. این میده بیرون، پس میکنه بیرون. C out C رو بهمون نشون بده. خب من میام اجرا میکنم. قبل از اجرا ببینید یه بار یه کد رو بهتون بگم. این اینت A و B و C متغیرمون اول تعریف کردیم. بعد C این A عدد رو از کاربر میگیره. بعد C این B عدد دوم رو از کاربر میگیره. بعد میاد اینجا A که از کاربر گرفته و B رو که از کاربر گرفته با هم جمع میکنه، داخل C میریزه. بعد C رو نشون میده. ببینید اولین عدد مثلا 2 میزنم، بعد 3 میزنم، ببینید عدد 6 ما نشون داد. خب الان اینطوری مثلا اینو دادید دست یه نفر، مثلا یه کاربری. خب الان نمیدونه چی وارد کنه، حروف وارد کنه، عدد وارد کنه، معلوم نیست. خب پس برای این کار میایم یه دستوراتی می‌نویسیم که مثلا معلوم بشه که از کاربر چی میخوایم. خب قبل از این که عدد A رو از کاربر بگیره میایم می‌نویسیم C out تا دابل کوتیشن، داخلش می‌نویسیم مثلا نامبر یک رو از کاربر بگیر. مثلا نامبر یک مساویس با A رو از کاربر میگیره. بعد میایم قبل از اینکه B رو از کاربر بگیریم میگیم نامبر 2 رو از کاربر بگیر. میگیم C تا دابل کوتیشن، بعد نامبر 2 مساویس با بعد قبل از اینکه C رو خروجی نشون بده می‌نویسیم C out تا دابل کوتیشن مثلا سام، چون حاصل جمع میشه سام مساویس با این عدد. خب الان ببینید میاد عدد اول، ببینید عدد اول اینو بهمون نشون میده. بعد عدد اول که وارد کردیم این نامبر 2 رو بهمون نشون میده. بعد عدد دوم رو که وارد کردیم میاد سام و علاوه این C رو به ما نشون میده. ارور داد C out C. ببخشید من اینجا سیمیکالون رو قرار نداده بودم. ببینید الان قشنگ معلومه که ازمون چی میخواد. مثلا نامبر اول من میدم مثلا 34، بعد میگه نامبر 2 وارد کن. نامبر 2 مثلا میدم 23، بعد میگه سام مساویس با 50. الان این معلومه ازمون چی میخواد. ببینید به اینم دقت کنید. ببینید من اول اومدم برنامه رو نوشتم، بعد ظاهرش رو
آخر سر درست کردن، یعنی ظاهر آخر سر درست کنید بهتره، چون اول برنامه رو می‌نویسید که معلوم بشه چی میخواید، بعد آخر راحت میتونید هر کاری که دلتون خواست برای برنامه‌تون انجام بدید. خب این از سی. خب میخوام در مورد کاراکترهای کنترلی توضیحات رو بدم. مثلا کاراکترهای کنترلی در سی قبل بهتون گفتم اینا هستن. بکسلش n هستش، بکسلش n، بعد بکسلش t، بکسلش h. میخوام این دوتا رو بهتون نشون بدم که چطوری کار بود. خب من میخوام 3 تا عدد تو خروجی نشون بدم، مثلا سی اوت، مثلا a رو اول بهشون یه مقداری میدم، مثلا a مساوی با 10. خب بعد b مساوی با مثلا c، بعد c مساوی با 50. خب الان میخوام این 3 تا رو توی خروجی نشون بدم. می‌نویسم سی اوت a، بعد b، بعد c. ببینید این عددا رو پشت سر هم به ما نشون میده. ببینید الان معلوم نیست چه عددیه. خب برای اینکه مشخص بشه اینا چی هستن، من میام از کاراکترهای کنترلی استفاده میکنم. ببینید کاراکترهای کنترلی به این صورته. می‌نویسم a، بعد دو تا میده بیرون، بعد داخل دابل کوتیشن بکسلش n. خب بکسلش n، ببینید بکسلش n میام اجرا میکنم. عدد اول رو توی سطر اول میده، بعد میره خط بعدی. ببینید عدد اول رو به 10 رو نشون داد، بعد میره سطر بعدی. خب بعد اینجا بخوام عددهای پشت سر هم، بازم اینجا یه دو تا علامت کوچیک‌تر، بعد دابل کوتیشن بکسلش n. ببینید عدد دوم رو نشون میده، میره سطر بعدی، عدد 30 رو به ما نشون میده. اینا الان منظم شد. ببینید الان معلوم شد که چه اعدادی هستن. خب این از بکسلش این. میتونید حتی قبل از میتونید اینو قبل یا بعد هم بنویسید. مثلا ببینید من نامبر اینجا بنویسم نامبر 1 مساوی است. خب نامبر 2 مساوی است. این الان نامبر 2 رو به ما نشون میده. نامبر 2 رو که نشون داد میره سطر بعدی. ببینید این نحوه جاگذارش هم مهمه که آخر قرار بدید یا اول قرار بدید. ببینید نامبر 2 رو به ما نشون میده ولی میره سطر بعدی. من اینو نمیخوام، میخوام توی خط اول به ما نشون بده، یعنی اول بره خط بعدی، بعد نامبر 2 رو به ما نشون بده. پس میام اینو از اینجا پاک میکنم، میارم اول قرار میدم. ببینید بکسلش n. بعد واسه اینم یه توضیح نامبر 1 هم بدم، مثلا بکسلش n نامبر 1 مساوی. ببینید الان این هر دوتاش رو اول میاد میره خط بعدی، بعد اونو بهمون نشون میده. ببینید اول از بالا رفته خط بعدی، بعد نامبر 1 رو نشون داده، بعد نامبر 1 رفته خط بعدی، نامبر 2 رو به ما نشون داده. خب الان من میخوام بکسلش تی رو استفاده کنم. ببینید بازم اینا رو پاک میکنم، بکسلش اینها رو. الان اعداد رو بازم به هم ریخته بهمون نشون میده. ولی اگه بیام بعد A خب از بکسلش تی استفاده کنم، بکسلش تی، خب بعد B هم بیام از بکسلش تی استفاده بکنم، این الان اعداد رو بهمون با اول عدد 10 رو نشون میده، بعد 8 کاراکتر جا خالی میده، بعد میره عدد B، بعد C. ببینید توی یه خط نشون میده، خط بعدی نمیده هیچ وجه.
ببینید عدد 10 بعد 30 بعد 50. اینا کاراکترهای کنترلی بودن که مهمترینش اینا بودن که بهتون گفتم. به جای بک‌اسلش n میتونید از end l هم استفاده کنید. ببینید الان من بخوام اینجا از بک‌اسلش n استفاده کنم، میگم end l end l بعد اینجام end l، این عین بک‌اسلش n عمل میکنه. میبینید که میره خط بعد. اینا از کاراکترهای کنترل.